سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز قراره تو بازی ماینکرافت یه چالش خفنی رو انجام بدیم که خیلی باله. مسابقه بیلد بتل رو قرار انجام بدیم. هر سازه‌ای هم که میسازیم وقتش یه دقیقه میگم 10 دقیقه است، ولی مسابقه بیلد بتل رو تنهایی انجام میدیم. یه مسابقه تنهایی دیگه. خب دوستان بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. آقا آیتم اول چیه؟ از اینجا گذاشتم رندوم انتخاب میشه. آیتم اول حالتون خوبه؟ کریپر. سورپرایز. کریپر رو باید بسازیم. خب ولی اینم از کریپرمون. آقا همین بود دیگه. این دوتا سازه انو ساختم که هیچ مهارت نشون میده که دیگه نباید بیلد بتل بزنم، چون هیچ مهارتی توی بیلد کردن ندارم. مثلا آیتم دوم چیه؟ ماشین. خب آقا اینم از ماشینمون. این جلوش دیدش. خب اینم از ماشینمون آقا. این رتبه ها رو آخر سر میگم. اینم از ماشین. آیتم بعدی خون است. دیگه ریدم، بذار برینم. کسی که ریده باید بزینه. و دیگه اینم به فنا رفت. خب دوستان بریم سراغ امتیاز گیریم. 0 میدم، 8 میدم، خونه رو 0 میدم. 0 و 0 که میشه 0. 8 هم که میشه 8. خوبی مامانم؟ چی میخوری؟ چیپس میخوری؟ آره دیگه 8 هم که میشه 8 و میمونه چند؟ میمونه 3. بابا هیچی نمیمونه. 8 کلا دیگه. فقط ماشینا رو خوب ساختم. فعلا تا ویدیو تخمیر دیگه. دو